این جلسه خیلی مهمه. یه روز یکی از بچه‌ها خودمون پرسید، گفت داستان این بلاگرها که میان این جمله‌های سوسماسی بده شیش میگن همیشه گوشی اینجوری دستشونه، ماجرای این گوشیه چیه؟ میخوام پوز بدن که آیفون داریم. گفتم نه، آدم درست حسابی که با آیفون نمیاد پوز بده. اینا دارن صدا رو با این گوشی ضبط میکنن. واسه همینه که تو کلیپ هایی که ازشون میبینی مثلا 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن، یه نفر اینجوری گوشیشو گرفته، اون داره صدا رو ضبط میکنه. این جلسه فوق العاده مهمه. این جلسه میخوایم در رابطه با صدا صحبت کنیم. دیدیم بلاگرها وقتی میخوان محتوا بسازن یه گوشی موبایل اینجوری دستشونه. حالا ما الان یه میکروفون هم چسبونیم، ولی فکر کنیم میکروفون نیست و من دارم با میکروفون خود موبایل این ضبط صدا رو انجام میدم. الان چه اتفاقی داره میفته؟ من دارم از دوربین دور میشم. بچه‌ها میبینیم که امیرحسین داره فیلم برداری میکنه، من دارم فاصله میگیرم، اما صدای من همچنان استیبل توی دوربین شنیده میشه. دقیقاً دلیلش همینه که ما صدا رو باید جدای از اون فایل تصویری رکورد کنیم. اوکی؟ درود دوستان، من امیرحسینم و اینجا استودیو HVC ادرس نیست. برای اینکه وقفه‌ای توی دوره نیفته بین راهی داریم ویدیو رو براتون میگیریم. بچه‌ها دقت کنید، این جلسه برای بار سوم میگم خیلی مهمه. ما داریم الان صدا رو با این میکروفون جدا ضبط میکنیم. فرض کنیم میکروفون اصلا اینجا نیست و من دارم صدا رو با این گوشی موبایل رکورد میکنم. پس یه فایل صوتی ما روی این گوشی موبایل داریم، یه فایل MP4 هم روی این دوربین داریم که دارید میبینید. بچه‌ها الان چه اتفاقی داره میفته؟ فرمت فیلم برداری اونجا فرمت MP4. MP4 رو قطعا خیلی شنیدیم و خیلی جاها دیدیم. فرمت MP4 یه کاسه است. یه کاسه است که توی این کاسه چیه؟ تو کاسه رو بگیر. توی این کاسه هم صداه هم تصویره. 2 تا چیز هست. پس این شد کاسه MP4. کاسه MP4 گفتیم بزرگه دیگه، هم برای صدا جا داره هم برای تصویر. اما اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا ما یه کاسه کوچولو داریم که توش فقط یه دونه صداه، تصویری که نداره، فقط داره صدا میگیره. پس در نهایت ما این فایل‌ها رو می‌خوایم مثل جلسه قبل ببریم روی سیستم ادیت کنیم. می‌خوایم ببینیم چجوری میتونیم این صدا رو بچسبونیم به اون تصویری که امیرحسین داره میگیره. خیلی مهمه. فقط داستان چیه؟ داستان اینه که ما یه فایل اونجا داریم توی اون دوربین، توی اون گوشی که هم صداست هم تصویر، ولی صداش خوب نیست چون من دارم میام عقب، دیگه صدای من هیچ رقمه به اون نمیرسه. پس نیاز بود که صدا رو جدا ضبط کنم. یه فایل صوتی تصویری که اونجا داریم که صداش به دردمون نمیخوره و یه فایل صوتی هم اینجا. حالا بیا بریم رو نرم افزار که صدا و تصویرشون رو با هم دیگه اصطلاحاً سینک کنیم، یعنی یکی کنیم. خب دوستان، ما بالاخره نشستیم پشت سیستم. 2 تا فایل داریم اینجا. این فایل ویدیوییمونه، همون فایل MP4 که هم تصویر هم صدا، و اینم فایل صوتیمون که با اون میکروفون رکورد کردیم، حالا یا با گوشی یا هر چیز دیگه. این 2 تا رو میگیریم، درگ اند دراپ میکنیم. نرم افزارم از قبل باز کردم برای اینکه وقت گرفته نشه. میاریم توی پروژکت یا اصلا همین تایملاین، ولش کنیم تو تایملاین ببینیم چه اتفاقی میفته. خب تایملاین برای ما چیده شد. میبینیم که اول صدا رو برای ما گذاشته. من میوتش کنم که اذیت نشیم. اول اینجا صدایی که با میکروفون گرفتیمه و این قسمت هم الان فایل صوتی تصویریمون رو میبینیم. خب بچه‌ها، ما الان باید این 2 تا صدا رو یه جوری با هم مچ کنیم، سینک کنیم، همزمان بشه. 2 تا روش داره این کار بچه‌ها. اول میایم یه روش سنتیشو بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. صدا رو آوردم لاین پایینی، اینم یه ذره بزرگتر کنم که قشنگ متوجه بشیم. صدا رو اینجوری آوردم لاین پایینی. یه مقدار زوم میکنم ببینیم اینجا چه اتفاقی داره میفته. بچه‌ها به اینا میگن ویو فرم. ما از روی این خطوطی که اینجا داریم میبینیم میتونیم حدس بزنیم که چه اتفاقایی داره اینجا میفته. من لاین 1 رو میوت کردم، لاینی که ویدیوه. یک بار میایم به صورت سولو، به صورت تنهایی میخوایم فقط این لاین 2 که صدای میکروفون بود و گوش بدیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. معذرت میخوام، اینو خیلی دیگه جلوه. خب گوش بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. تصویرم صدا. خب اینجا ما داشتیم تست میکردیم، میبینیم که
تصویر ما و صدای ما به هیچ وجه با هم هیچ همخوانی نداره و اصلا با هم دیگه مچ نیستن. خب بچه‌ها در گذشته‌های دور می اومدن از یه وسیله به اسم کلاکت استفاده می‌کردن. حالا کلاکت هم میگیم. حالا ما الان کلاکت نداریم، باید چیکار کنیم؟ اول میایم یه مقدار این لاین رو بزرگ می‌کنیم. کلید آلت رو نگه می‌دارم، با غلطک موس این لاین رو یکم بزرگ کردم بهتر بتونم ببینم این خطوطو. خب بچه‌ها اینجا ما یه مثلث داریم می‌بینیم، درسته؟ تو ذهنمون اینجا یه مثلث میتونیم تصور کنیم. اینجا بعد شد آموزش تریک داریم چارت رو یاد میدیم. این مثلث رو ما اینجا هم داریم حدودی میبینیم، یه چیزی شبیه به همه. خب من میام این لاین صدا رو انتخاب میکنم، یه ذره حرکتش میدم، میارم عقب، ببینم میتونم اینا رو حدودی با هم سینکشون کنم. میدونم شما هم میتونید ببینید این مثلثی که من میبینم و یا نه. این مثلثه با این بالایی تقریبا الان سینکه. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. پلی میکنیم. این جلسه خیلی مهمه. یه بار دیگه پلی میکنم، قشنگ دقت کنید. این جلسه خیلی مشخصه که صدا یه مقدار دیرتر از تصویر داره شنیده میشه. یه بار دیگه. این جلسه خیلی مهم. خب یکم زوم میکنم. اینجا میبینیم که از اینجا این امواج صوتی تقریبا قدرت گرفتن و اومدن بالا. خب یکم اینا رو دوباره ما جابجا میکنیم، نزدیک به هم کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. یک بار دیگه پلی میکنیم. این جلسه خیلی مهمه. ببین تقریبا با هم دیگه سینک شدن، هنوزم یه مقدار اختلاف بینشون هست. ما باید خب چشممون انقدر قوی باشه که بتونیم از روی این امواج تشخیص بدیم که الان کدوم قسمت صدا. به عنوان مثال من اگر توی این فوتیجی که با هم گرفتیم چند بار دست میزدم، صدای دست زدن میافتاد، خب ما میدیدیم که مثلا اگر 3 بار دست میزدم ما 3 تا موج اینجوری بزرگ داشتیم، هم توی فایلی که با میکروفون گرفتیم و هم توی فایلی که خود دوربین گرفته. از روی اون 3 تا خط ما میتونستیم صدا و تصویر رو سینک کنیم. اما حالا اینو بذاریم کنار، این روش سنتی بود که گفتیم. الان نرم افزار کار ما رو خیلی راحت کرده. برای اینکه ببینیم نرم افزار چجور میتونه این صدا و تصویر رو برای ما سینک کنه، کلیک میکنیم روی این 2 تا لاین صوتی. وقتی که هر 2 تا لاین انتخاب شد، ببینید الان فقط یه لاین انتخاب شده و الان هم فقط لاین صدامون. هر جفت لاین ها رو انتخاب میکنیم، کلیک راست موس رو میزنیم. اینجا یه گزینه‌ای برای ما داره به اسم سینکرونایز. یه کلیک میکنیم. خب بچه‌ها این تنظیماتش رو ببین، میخوام زود به نتیجه برسیم. معمولا دیفالت از بین این گزینه‌ها همین گزینه انتخاب شده، آدیو ترک چنل 1. یه بار روی اوکی میزنم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه مقدار زمان میبره و بله میبینیم که 2 تا صداها با هم دیگه سینک شده. الان من صدای اصلی ویدیو رو میوت میکنم، صدای میکروفون بازه، بشنویم. افتاد قشنگ؟ یه دیگه. این جلسه خیلی مهمه. ببینیم که کاملا با هم دیگه سینک شده. این قسمت هم ببینیم. من دارم فاصله میگیرم اما صدای من، حالا اینجا من عقبم یه مقدار جلوتر که حرکت صورت و دهانم هم دیده بشه. پلی میکنم. سینم و اینجا استودیو HVC ادرس نیست. خب یه بار دیگه این ترکیب رو به هم بریزیم. صدا رو مثلا میارم جلوتر، دوباره هر 2 تا فایل رو میگیرم، با همون تنظیماتی که داشت روی اوکی میزنم، ببینیم چه اتفاقی اینجا میفته. بله ببینیم که فایل ها رو با هم سینک کرد. خیلی هم راحت. حالا که این فایل ها سینک شد، یه بارم بیایم بشنویم ببینیم صدایی که میکروفون برای ما رکورد کرده چه کیفیتی داره، صدای خود اون فایل صوتی تصویری که فیلم گرفتیم چه کیفیتی داره. خب الان من لاین میکروفون رو میوت میکنم، صدای اصلی رو گوش بدیم. خیلی مهمه. بچه‌ها چطورید؟ این جلسه فوق‌العاده مهمه. الان که دیگه فاصله گرفتم که دیگه اصلا صداش نمیاد. حالا جای میوت ها رو عوض میکنم. یه گوشی موبایل اینجوری دستشونه. حالا ما الان یه میکروفون هم چسبوندیم. این میکروفونی نیست و من دارم با میکروفون موبایل این ضبط صدا رو انجام میدم. داره میفته. من
خب بچه تفاوتش خیلی زیاده، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا که اومدیم این کارو کردیم، بیایم یک کلیک کنیم روی این فایل صوتی. خب من این فایل صوتی رو انتخاب میکنم، کلید دیلیت رو میزنم روی کیبوردم، این یکی فایل رو میارم لاین بالایی، میخوام یه ذره تایملاینم خلوت باشه. هر دوتا آیتم رو میگیرم، کلیک راست میکنم، دوباره روی گزینه لینک میزنم، این دوتا آیتم رو با هم لینک کردم. الان اگر این گزینه روشن باشه، ما این آیتم ها رو بخوایم جابجا کنیم با هم دیگه جابجا میشن و این صدای میکروفون و تصویری که گرفتیم دیگه فاصله بینشون نمیفته. ما اینا رو دیگه یک فایل داریم، میشه گفت یه جورایی دیگه برای ما یک کلیپ رو تشکیل دادن. خب حالا برای این جلسه من یه چند تا چیز دیگه هم در نظر گرفتم که بگم. دوباره کلید آلت رو نگه میدارم، با غلطک موس وقتی موسم روی این قسمته این لاین رو بزرگ میکنم. بعد شما یه خط اینجا داریم میبینیم، این خط رو میتونیم بگیریم، تکونش هم بدیم، بالا پایین کنیم. میبینیم وقتی به سمت بالا و پایین حرکت میدیم، اینجا داره با دبی برام نشون میده که چند دسیبل صدا داره کم و زیاد میشه. تو حالت عادی این خط اینجا قرار داره، یعنی ولوم ما صفره. طبیعتا خودتون میتونید حدس بزنید که این خط چیکار میکنه دیگه. این خط ولومه، ما هر چقدر بالاتر ببریم صدا بیشتر میشه و پایینتر بیاریم دیگه صدا میشه گفت میوت میشه برای ما. یه کار دیگه ای که میتونیم کنیم اینه، مثلا یه قسمت از صحبت‌های ما میوت کنم اذیت نشیم. یه قسمت از صحبت‌های ما مثلا اینجا صدای ما کم بوده، ما فقط میخوایم این قسمت یه ذره ولومش بیشتر بشه. موسمون رو میاریم روی این خط، میبینید ظاهر موس عوض میشه. وقتی که روی این خط رسیدیم، کلید کنترل رو نگه میداریم. ببین وقتی کنترل رو نگه میدارم بازم داره ظاهر موس عوض میشه. کنترل رو نگه میدارم، یک کلیک میکنم، میبینیم که یه پوینت اینجا ظاهر شد، یه نقطه‌ای برای ما روی این خط گذاشت. یکم میام جلوتر، یه نقطه دیگه هم میذارم، زوم میکنم که بهتر ببینیم این نقطه ها چه کاری برام میکنه. حالا وقتی من میخوام این خط رو بیارم بالاتر، میبینیم که قسمت عقبی جدا شده ازش به واسطه این نقطه ها. حالا من میتونم بگم این قسمت میخوام ولومش بالا باشه، دوباره کنترل رو نگه میدارم، یک کلیک دیگه میکنم، یه دونه دیگه از اون نقطه ها، یه دونه هم اینجا، ولوم این قسمت رو دوباره میارم پایین. بچه‌ها اینو تمرین کنید خودتون، فایل بندازید اینجوری، این قسمت ولومش رو برای خودتون بالا پایین کنید، کم و زیاد کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. خب بچه‌ها من یه بار اینو پلی میکنم. من میخوام این نمایشگر و این مانیتورینگی که این برداریم هم یه توضیح خلاصه‌ای بدم. بچه‌ها اینجا میبینیم که یک سری اعداد برای ما نوشته شده، از 0 اومده تا حالا منفی هر چند. 2 تا مستطیل هم این بالا میبینیم، شاید اینو خیلی جا دیده باشیم. من یه بار پلی میکنم، با صدای بلندم پلی میکنم عمدن، ببینیم چه اتفاقی میفته. صدا صحبت کنیم. خب همینو من میخواستم، فقط میخواستم که این لاین پر بشه، برسه به بالا و انقدر این حجم صدا زیاد باشه که این مربع قرمزا، این مستطیل قرمزا روشن بشن. وقتی این چراغا روشن میشن یعنی صدای ما دیستروید شده، صدای ما بیش از حد زیاد بوده و معمولا این صدا از باندا هم وقتی میخواد پخش بشه خشخش میکنه دیگه، اصطلاحاً گز میزنه. این اتفاق نباید بیفته، یعنی صدای ما دیگه از -2 -1 اینا دیگه نباید به 0 خیلی نزدیک بشه که چه برسه بخواد از این 0 بزنه بالاتر. حالا این کارم ما بعداً با لیمیتر و اینا آشنا میشیم تو جلسه بعدی. بچه‌ها این جلسه ما کلیت صدا رو گفتیم، فقط یه صدا آوردیم انداختیم، سینکش کردیم، گفتیم که اینجا چجوری میتونیم یه ذره ولومش رو دستکاری کنیم. اصل ماجرای صدا برمیگرده به حالا یه قسمت دیگه‌ای که جلسه بعد میخوام بگم چجوری نویز صدا رو بگیریم، یه تغییراتی رو صدا بخوایم اعمال کنیم که کیفیت صدا بیشتر بشه و بهتر قابل شنیدن باشه برای مخاطب. الان بیشتر از این نمیخوام این بحثو باز کنم، فقط اینم بگم فایلای صوتی هم مثل فایلای تصویری، میگفتیم وقتی موس رو نزدیک به انتهای فایل یا ابتدای فایل میکنیم ظاهر موس عوض میشه دیگه. الان ظاهرش تغییر کرد. من کلیک راست میکنم، میبینیم که این ماجرای اپلای دیفالت ترانزیشن رو اینجا هم ما داریم. وقتی کلیک کنیم یه ترانزیشن خودش میندازه. من ترانزیشن رو بزرگ کنم، از ظاهر این ترانزیشن معلومه که میخواد چه بلایی سر این فایل بیاره دیگه. میگه این وقتی به آخر فایل نزدیک میشی
میوت کنم. وقتی به اینجا نزدیک میشی ذره ذره من ولومشو برات کم میکنم تا خیلی آروم بیارم به 0 برسونم. حالا اینکه این ولوم کم شدنه چقدر زمان ببره سریع کمش کنه یا آروم کمش کنم دیگه میمونه به این که ما سایز این ترانزیشن رو کوچیک یا بزرگ داشته باشیم. بچه‌ها جلسه بعد دیگه اینترو نداره. معمولا ما اول جلسات یه مقدار تصویری با هم یه گپ و گفتی داریم. جلسه بعد فقط اسکرین رکورده، چون باید خیلی فشرده داستان گرفتن نویز رو بگیم، بالا بردن کیفیت رو بگیم، میکسر رو توضیح بدیم و حالا یه کمپرسوری هم بگیم بد نمیشه. خب بریم اونور یه ماجرای دیگه هم مونده با هم حل و فصلش کنیم و این جلسه رو به اتمام برسونیم. خب امیرحسین که رفت، من اون یکی امیرحسینم. این کلاکت که امیرحسین میگه دقیقاً چیه؟ به اینم جواب بدیم که سوالی نمونه. البته سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسید. کلاکت همون تخت معروفه فیلمسازی که اول هر صحنه میزننش، به صدای تق میده. روش اطلاعات مهم مثل شماره صحنه، برداشت و اسم پروژه رو مینویسن. این صدا کمک میکنه صدای تصویر تو تدوین راحت‌تر هماهنگ بشن. خلاصه کلاکت یه جور شروع رسمی هر برداشت توی دنیای فیلمسازیه. و در آخر مرسی که تا اینجای ویدیو با ما مثل همیشه همراه بودین. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید. زنگولش هم یادت نره. فعلا خدا نگهدار.